بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلام و همشیره های محترمه، اگر میشنوند، بحث امروز ما شما در مورد تربیت اولاد است که از نظر شریعت محمدیه صلی الله علیه و سلم پدر و مادر به چی شکل اولاد خود تربیت کنند و چی مسئولیت هایی دارند. Dear brothers and sisters who are listening, today's talk is about the tarbiyah of the children, the Islamic tarbiyah. From Sharia point of view, what are the responsibilities of the parents towards their children? How they should look after their children, how they should educate them. به خاطر که هر چیزی که ما انجام میتیم تا زمان مرگ تحت مسئولیت هستیم. الله تعالی در آخرت از تمام اعمال ما، حتی گفتارهای ما، سوال میکند. چنانچه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا یعملون. الله تعالی قسم میخوره که قسم به پروردگارت، ما حتما ایشان را میپرسیم از آنچه که میکنند. الله تعالی قسم میخورند به تأکید که ما حتما از تمام اعمال بندگان پرسان و پرسش و بازجویی میکنیم. Brothers, as we are living in this world till the time of our death, all our actions, even what we say, they will be accounted and asked by Allah Ta'ala. As He Himself has said, I swear by you, Lord. Allah Ta'ala Himself is swearing, taking oaths by His own. فَوَرَبِّكَ, I swear by you, Lord, لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. We will ask them all عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, from what they were doing. So all our actions will be accounted for, will be asked about. در جای دیگه الله تعالی میفرماند یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، ای مسلمانا، قوا انفسکم و اهلیکم نارا، نجات بدهید خودتان را و اهلتان را، یعنی خانواده تان را، اولادتان را، از آتش. وقودها الناس والحجاره، آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ است. علیها ملائکة غلاظ شداد، آتشی که یعنی آتش جهنم که بر آن فرشتگان درشتخو و سرسخت مقرر هستند، یعنی فرشتگانی که خشن و قدرتمند هستند بالای آن آتش مقرر هستند. لا یعصون الله امرهم ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، که آن فرشتگان
از آنچه که الله به ایشان امر میکنه سرپیچی نمیکنند و آنچه که به ایشان امر شده انجام میدهند. الله تعالی فرمود که شما خودتان را و اولادتان را، عیالتان را، فامیلتان را از آتش جهنم نجات بدهید. Brothers, Allah Ta'ala said in the ayah that I recited just now, that save yourself, O believers, O Muslims, save yourself and your family. It means your children and your wives from the fire, from the hellfire. It's burning material. The burning material of the hellfire is people and stones, and upon which harsh and severe, strict and strong angels are appointed. They لا يعصون الله ما أمرهم. They never disobey Allah Ta'ala what He has commanded them. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. And they do what they have been commanded. So brothers, Allah Ta'ala is warning us to save yourselves from that fire. Yourselves and your family from that fire. So Allah Ta'ala is telling the parents, especially the father, to save yourself and your children from that fire. برادرای عزیز، الله تعالی خطاب میکنه به مسلمانایی که والدین هستند، خصوصا پدر، که خودتان را و اولاد و فامیلتان را از آتش جهنم نجات بدهید. این نجات از آتش جهنم چیست؟ چگونه به دست میآید؟ یعنی از دین الله آگاهی حاصل کنید و بدان عمل کنید، یعنی به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم خودتان عمل کنید و به اولادتان و به خانوادهتان تعلیم بدهید که آنها هم عمل کنند. بدین وسیله از آتش جهنم نجات پیدا میکنند. Brothers, how to be saved from that fire of hell? Allah Ta'ala has warned us how we are saved from that. It means, brothers, that you Muslims as parents, especially father, you learn Sharia of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and act upon Sharia of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and teach your children the Sharia of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and teach them to act upon it. Only then you will be saved from the hellfire. That is the way of being saved from the hellfire. Brother Aziz, در این مورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الرجل راع فی اهله و مسئول عن رعیته. مرد مسئول است در اهلش، یعنی در خانوادهش مرد مسئول است، یعنی پدر، و مسئول است از رعیتش، یعنی کسانی که زیر دستش است. طبعا تمام فامیل زیر دست پدر است، پس پدر مسئول تمام فامیل است، شمول اولادها و همسران. والمرأة راعیة فی بیت زوجها. و زن همچنان مسئول است در خانه شوهرش، یعنی زن هم مسئولیت دارد، مادر هم مسئولیت دارد در قبال اولادش در خانه شوهرش. و مسئولت عن رعیتها، و مسئول است از رعیتش، یعنی کسانی که زیر دست مادر است، یعنی اولادش. رواه بخاری و مسلم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کدام شما، چی پدرید چی مادر، مسئول زیر دستانتان هستید، یعنی اولادایتان. این مسئولیت چیست؟ این مسئولیت این است که با آنها دین تعلیم داده شود و آنها طور تعلیم داده شوند که به شریعت عمل کنند در زندگیشان و از حقیقت آگاه باشند و هدف زندگی خود را بدانند، حلال و حرام را بدانند. خلاصه از شریعت محمدیه صلی الله علیه و سلم آگاه شوند و بدان عمل کنند.
همین است مسئولیت اصلی. در جای دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تمام شما مسئول هستین، یعنی از خود زیر دست دارین، و تمام شما مسئول رعیت یعنی زیر دستان خود هستین. پس هر مسلمانی که زیر دستش کسان دیگه قرار داره، چی پدر و مادر باشه که اولادا زیر دستش قرار داره، یا چی از او بالاتر مسئول یک بخش از زندگی باشه، یا مسئول در حکومت باشه، یا در یک منطقه باشه، خلاصه صاحب کار مثلا باشه، پس مسئولیت تمام کسانی که زیر دستانش بر دوش مسئول است. Brothers, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said in this regard that the man is ra means responsible, is ra fi ahli. The man is responsible in his family, and he is responsible for his ra'iyah. What is ra'iyah? Those who are under him, his children, his family, including his wife. So the father is the responsible person for the whole family. And Rasulullah as well as said regarding the mother, that the mother is also responsible in the house of his husband. So in the house of his husband, the mother is also responsible for his children, for her children, and those who are under her. So this means, brothers, man and woman, husband and wife, they are both responsible for their children, to look after them, to give them proper Islamic education, to give them good tarbiyah, so that they could become good Muslims, practicing Muslims. That is the responsibility, brothers. That the parents, they need to teach their children, they need to show them the haqq about Islam and about Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also to teach them how to practice on Sharia in their daily life, so that they could become good Muslims, practicing Muslims. That is the first responsibility of the parents, brothers. In another place, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has generally said that you are all ra means responsible. Every person, if you consider his life, brothers, they have some people under his hands. Whether he is a father, whether she is a mother, whether he is an employer, whether he is in the government, whether he is a leader, anywhere they have some people under their hands. He or she has the authority upon them. So those who are under their authority, he or she is responsible for them as well, brothers. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." So our topic is, because, brothers, only regarding the tarbiyah of the children, how to raise children from the Islamic point of view. What are the responsibilities of the parents? Inshallah, we will discuss this topic, inshallah, this week and maybe in future couple of weeks, inshallah. Depends when it finishes. برادرای محترم و همشیره‌های محترمه، چون موضوع بحث ما تربیت اولاد است. تربیت اولاد یعنی اینکه مسئولیت پدر و مادر در برابر اولاد چیست از نظر شریعت محمد صلی الله علیه وسلم. این موضوع بحث ماست که انشالله این هفته فعلی و هفته های آینده انشالله به این موضوع بحث میکنیم. تربیت اولاد از کجا شروع میشه؟ از وقتی که یک مرد و زن مسلمان ازدواج میکنن و نیتشان طبعا همین است که آنها تشکیل خانواده بتن و اولاد نیک و صالح الله تعالی به آنها بدهد. پس وقتی که پدر و مادر روابط ازدواجیشان بر اساس شریعت محمد صلی الله علیه وسلم باشه، او تاثیر می اندازه بر اولادشان.
تاثیر میاندازه. تربیه از همانجا شروع میشه که تمام نظام فامیلی و خانوادگی خود باید مطابق شریعت محمد صلی الله علیه و عیار بسازند به شمول روابطشان. این قدم اول است در تربیه اولاد. قدم دوم، وقتی که الله تعالی به یک زن و شوهر مسلمان یک طفل ارزانی میکنه و طفل در رحم مادر میباشه، در قدم دوم این مرحله است که در دوران ای که طفل در رحم مادر است، پدر و مادر و خصوصا مادر چی کنه تا بالای تربیه طفلش تاثیر بیندازه. چون وقت ما در بسیار مختصر است، من چیزای مهمش خدمتتان عرض میکنم. مثلا در دوران حمل چیز مهمه که باید مادر در نظر داشته باشه ایست که در قدم اول از گناه ها باید پرهیز کنه. یعنی در این موضوع پرهیز از گناه ها جدیتر از سابق باشه، خصوصا گناه هایی که مربوط به گوش و چشم و زبان انسان میشه، از این باید پرهیز کنه. مثلا وقتی که یک مادر که حمل داره، وقتی که با چشم خود گناهی را ببینه، مثلا تلویزیون ببینه یا یک گناه دیگه را با چشم انجام بده، او تأثیرش بالای طفلش که در رحمش است میفته. یا با گوش خود گناهی را انجام بده، مثلا موسیقی بشنوه با گوش خود، یا یک گناه دیگه را با گوش خود بشنوه، او تأثیر بالای طفل می اندازه، طفلش که در رحمش است. به همین شکل گناه های دیگه. پس در قدم اول مادر که حمل داره باید از گناه ها پرهیز کنه. در قدم دوم کوشش کنه اوقات بیکاری خود در عبادت الله بگذرانه. طبعا بعد از فرایض و واجبات اوقات فراغت خود در عبادت نفلی بگذرانه. بهترین عبادت نفلی تلاوت قرآن پاک است که کوشش کنه همیشه تلاوت قرآن پاک کنه و یا ذکر الله را کنه و یا استغفار بگویه. تأثیر عبادتی که مادر میکنه مستقیم بالای طفلش که در رحمش است میفته. تلاوتی که میکنه، ذکر الله را که میکنه، استغفار که میگه، درود شریفی که میخوانه، تأثیرش بالای طفل در شکمش در رحمش میفته. این چیزای مهم است که مادر که حمل داره باید متوجهش باشه. و در تفصیلات دیگه هم داره، چون وقت کم است من نمیخوام به تمام تفصیلاتش برم. Brothers and sisters who are listening, the very first step of a child's tarbiyah and education and raising up is when a Muslim man and woman decides to marry. So their intention in the marriage should be, first of all, to be away from the sins. Secondly, to raise children, to raise family. So Allah Ta'ala will give them child. So that is the first step, brothers. They should live their lives. They should start their lives, especially their relations, according to Sharia of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So if they do that from the very beginning, barakah and blessing will come in their lives, brothers. The second step, brothers, when Allah Ta'ala gives them a child, when the mother is bearing the child in her womb, that's the second step. What should they do? The parents, what should they do? Especially the mother, what should she do? I will inshallah point out main points, brothers. First of all, the parents should avoid the sins, brothers. Especially the mother, she should avoid the sins, especially the sins which is related to hearing and to seeing and to the tongue. So especially those sins, brothers. For example, brothers, if the mother during her pregnancy, if she listens to the music or to any other sin through the ear,
that affects the child, brothers, that affects the child which she is bearing in her womb. Secondly, if she looks at a sin with her eyes, for example, looking at TV or looking at movies or whatever is the sin, she's looking at that will affect the child, brothers, which is in her womb. And the same way, if she's involved in the sins of the tongue, that will affect the child, brothers. So first of all, she should avoid the sins. Secondly, brothers, the other way around, she should try to spend her spare time in the ibadah and worship of Allah Ta'ala. For example, in her spare times, the best is to recite Holy Quran, brothers, to read Holy Quran, or to do dhikr of Allah Ta'ala, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, saying istighfar, or saying durood. So when in her spare time the mother does that, the worship of Allah Ta'ala, that will affect directly, brothers, the child which is in her womb, brothers. That will affect it. And the child will have barakah from that, brothers. So these are the main points that a mother can do during her pregnancy. There are many other details as well. Because of time, I cannot go through all the points. So brothers, when the child is born, that is the third step in the child's tarbiyah. When the child is born, the first thing that the parents should do, brothers, so after getting him or her washed up, they should say azan. They should say azan and his or her ear. They should say azan. Azan in the right ear and iqama in the left ear. That's the third step of the child's education, child's tarbiyah, brothers. Because, first of all, this is the teaching of the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it is sunnah, muakkada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do that, and the Sahaba used to do that. So, the first thing that the child will hear will be the adhan, the tawheed of Allah Ta'ala, and the risala of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the first step of the child's being educated about the deen of Allah Ta'ala, brothers. برادرای عزیز و همشیرهای محترمه، در قدم سیوم بعد از دوران حمل، وقتی که طفل تولد میشه، اولین کاری که پدر و مادر باید بکنه، خصوصا پدر، در گوش طفل بعد از اینکه غسل داده شد، طفل بعد از اینکه مراحلش طی شد، در گوش طفل باید آذان داده شود. در گوش راستش آذان و در گوش چپش اقامه. بدین شکل طفل اولین صدایی که میشنوه صدای آذان است، صدای توحید و رسالت است، توحید الله تعالی و رسالت محمد صلی الله علیه و سلم. این اولین تعلیم مهم است که با آمدن طفل به دنیا به طفل داده میشه و این تعلیم شریعت محمدیه صلی الله علیه و سلم است. برادرها، چون وقت کم است، انشاءالله این بحث ادامه میتیم در هفته آینده. Brothers, because there's not enough time left, inshallah, we continue this topic of the children's tarbiyah and education in future weeks, inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلام و همشیره‌های محترم، اگه میشنون، من میخوایم سلسله بحث دفعه قبل خود ادامه بدم در مورد تربیت اولاد و مسئولیت‌های پدر و مادر در مقابل اولاد. Dear brothers and sisters who are listening, I wanted to continue my last time's topic regarding bringing up children and the responsibilities of the parents towards the children.
برادرای اسلام، الله تعالی میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان، ای مسلمانان، خودتان را و اهل و عیالتان را، یعنی خانواده و اولادتان را از آتش جهنم نجات بدهید. و قودها الناس والحجاره، یعنی آتشی که هیزمش مردمان و سنگ هستند و سنگ هستند. در اینجا الله تعالی امر میفرماید که شما در قدم اول خودتان را از آتش جهنم نجات بدهید. بعد از آن کسایی که تحت مسئولیت شماست، یعنی فامیلتان، اولادایتان، همسرایتان، کسایی که تحت امرتان است، اونا را از آتش جهنم نجات بدهید. الله تعالی بنده هایی که تحت امر ما قرار داده، مثلا ما اولاد داریم، او اولادها مال ما نیست، مال الله است، بنده الله است، مخلوق الله است که خداوند اداره و تربیش تحت امر ما قرار داده و اختیار عام تام بر ما داده تا او بندهای الله تعالی را تربیه درست کنیم. اگر ما در تربیه اولاد، یعنی این بنده های الله تعالی، کوتاهی میکنیم، پس ما یک خیانت بزرگ مرتکب میشیم و در آخرت همین بنده های الله، یعنی همین اولاد، از یقن پدر و مادر میگیرن که شما مسئول ما بودین، ما تحت امر و تحت مسئولیت شما بودیم، چرا ما را تربیت درست نکردین؟ چرا راه حق نشان ندادین؟ Brothers, Allah Ta'ala has told us in this ayah Mubarakah, as I recited to you, that you have used to save yourselves from the hellfire and also save your family. Those who are under your command, save them from the hellfire. Whoever is under our command, first of all our children, our wives, and whoever is under our control, we are responsible for their bringing up, for their tarbiyah, for their Islamic education. The children that Allah Ta'ala bestow us, they are not our property, they are not our belongings. They are the makhluk of Allah Ta'ala, they are the ibad, Abdullah, ibadullah. Allah Ta'ala has given us their authority and their command in our hands so that we could fulfill our responsibility. Otherwise, they will hold the parents responsible in the hereafter. They will ask their parents that why you never provided us with good tarbiyah, Islamic tarbiyah, while we were under your control, while we were under your responsibility. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam در این مورد فرمودند: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. بخاری و مسلم. یعنی مرد مسئول است در اهلش، مسئول اهلش است، یعنی مسئول اهل و عیال و فامیل و خانواده خود است و مسئول رعیت خود است، یعنی هر کی که زیر دستش است مرد مسئول آنهاست و زن همچنان مسئول است، مسئول کسایی که در خانه زوجهش است، خانه زوجش است، خانه همسرش، یعنی اولادایش. زن هم مسئولیت داره در داخل خانه
و همچنان زن هم مسئولیت داره در قبال کسایی که زیر دستش است. پس پدر و مادر هر دو مشترکاً مسئولیت اولادهای خود را دارند و کسانی که زیر دستشان است در فامیل و خانواده. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما مسئول هستید و همه شما مسئول رعیت یعنی زیر دستانتان هستید. این تنها در فامیل و تنها در خانواده نیست، در هر جایی که انسان‌های دیگه که زیر امر انسان باشه و در آنجا مسئولیت بالای کسی است که آمر آنهاست، مسئول آنهاست و این مکلف است که در آنجا حدود شرعی را مراعات کنه و برای از آنها یک فضای شرعی را مساعد بسازه، تربیت شرعی برای آنها مساعد کنه. Dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, I recited the Arabic text, that every man is responsible for his family and for those who are under his command, under his authority. And every woman is responsible in the house of her husband. And every woman is also responsible for those who are under her command, under her authority. So this means parents both, father and mother, they are both responsible for the family. First of all, father, secondly, mother. They are responsible for the whole family, those who are under their authority. So, in another place, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has generally said that you are all responsible, and you are all responsible for those who are under your authority. This is not only family. Anywhere, any person who has other people under his authority, under his command, he is responsible for them, to provide them with Islamic environment, to provide them, if they are children, with Islamic education and tarbiyah. برادرای عزیز، تربیت طفل از نظر شریعت مطهره از زمان شروع میشه که انسان ازدواج میکنه و از ازدواج انسان طرز زندگی انسان باید مطابق شریعت باشه و روابط زن و شوهر باید مطابق شریعت مطهره باشه و بعد از او دوران حمل میرسه که الله تعالی بر زن و شوهر طفل ارزانی میکنه، طفل عطا میکنه و در دوران حمل هم وقتی که طفل در رحم مادر میباشه خیلی مهم است که پدر و مادر باید تعلیمات شرعی را مراعات کنند. مثلا مادر در دوران حمل باید از گناه ها پرهیز کنه، خصوصا گناه های کبیره و خصوصا گناه هایی که مربوط به گوش و زبان و چشم میشه. مثلا گناه گوش، مثلا از شنیدن موسیقی، شنیدن چیزهای خلاف شریعت، شنیدن غیبت، دروغ، از اینا پرهیز کنه. با چشم گناه نکنه، مثلا تلویزیون نبینه، مثلا چیزهای خراب نبینه، چیزهای بد نبینه و همچنان زبان خود تحت کنترل داشته باشه که دروغ و غیبت و بدگویی و دیگه گناه ها زبانش سر نزنه. برعکس باید مادر اوقات خود در عبادت الله بگذرانه، ذکر الله را کنه، تلاوت قرآن بکنه تا از برکت تلاوت قرآن، از برکت ذکر الله برکت در طفل هم بیفته و طفل طبعا میتونه صدای تلاوت قرآن را بشنوه، میتونه صدای ذکر الله را بشنوه و این از نظر ساینس هم ثابت است که صداهای بیرون از رحم مادر طفل میشنوه. پس چی بهتر از صدای تلاوت قرآن و صدای ذکر الله و نماز خواندن.
خلاصه این قدم های ابتدایی در مورد تربیت طفل است که پدر و مادر باید بسیار متوجه باشند. لیکن متاسفانه یک عده مادرها رو شنیده میشه که اونا موسیقی میشنوند، در دوران حمل به شکل خاصش باز موسیقی میشنوند و او را بلند میمانند که تا به صدای به گوش طفل برسه. نعوذ بالله. Dear brothers, the first step, the initial steps towards the education and bringing up of the children according to Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam starts when a Muslim man and woman marry, when they decide to marry. When they marry, their marriage should be first of all according to Sharia. Their lifestyle should be according to Sharia. Their relationship should be according to Sharia. This affects the life of the child which is Allah Ta'ala is going to give them. The second step is the time when Allah Ta'ala bestows them with the child, and the mother bears the child in her womb. So during her pregnancy, the mother has to avoid sins, especially kabira sins, especially those sins which are related to ear, to eyes, to tongue. For example, not to listen to music during pregnancy, all the time, especially that time, because the child will be listening. Not to listen to other sins which comes through the ear, like backbiting, like lying, and other sins. And also not to look at the sins. For example, not to watch TV, not to watch bad things with her eyes, because it will affect the child in her womb. It will have negative effect, negative spiritual effect on the child. And also she has to avoid the sins which is related to the tongue, not to tell a lie, not to backbite, not to swear, and other sins which is related to the tongue. So she has to avoid during pregnancy, all the time, especially pregnancy. And on the other way around, she has to get involved and more extra worship of Allah Ta'ala, especially listening to Holy Quran, doing zikr of Allah Ta'ala, praying extra. So because when the child hears to the voice of the Holy Quran, when the child hears the voice of the zikr of Allah Ta'ala, it affects the child, brothers. It affects, and barakah will come to the child, brothers. So these are the initial steps that the parents, especially mother, should bear in mind and bringing up the child. The next step will come, brothers, when the child is born. برادرها، قدم بعدی در زندگی طفل وقتی است که طفل به دنیا می آید. وقتی که الله تعالی بخواهد بعد از مدت 9 ماه که در رحم مادر می باشه، بعد از او به دنیا می آید، این قدم بعدی است. در این حالت چی کنه پدر و مادر؟ باید اولین کاری که می کنه آذان و اقامت باید در گوش طفل بگوید. آذان محمدی را صلی الله علیه و سلم در گوش راستش باید بگوید و اقامت در گوش چپش بگوید. این اولین صدایی است که با آمدن به دنیا طفل باید به گوشش برسه. اگر پدر و مادر در این غفلت میکنن، یک ضربه بسیار بزرگ روحانی به طفل میرسانند. Brothers, the next step for a child is when he or she gets born. So when the child comes to the world, the first ever thing that the parents have to do is to say adhan, and the child's right ear, and say iqama, and the child's left ear. So those are the very first voices of the world that a child needs to hear. If the parents don't do that, they forget about it, so they are damaging the spiritual status of the child very gravely, brothers. This قدم بعدی برادرها در مورد تربیت طفلی است که
باید پدر و مادر تحنیک کنند. تحنیک چیست؟ یعنی طفل نزد یک مسلمان پرهیزگار و متقی، نزد یک شخص صالح، نزد یک عالم بزرگ، نزد یک ولی الله ببرند و او دوست خدا، او مسلمان صالح خرما را میگیره، کم میجوه و در دهن طفل میگذاره و بعد از او امو خرما را در کام طفل مماس میسازه، به اصطلاح آمیانه میشقه. این یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که برکت خاص داره بالای طفل. به خاطر که اولین طفل مسلمان که بعد از هجرت در مدینه منوره تولد شد نواسه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. سیدنا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه اولین طفل مسلمان بود که تولد شد و سیدنا ابن زبیر رضی الله عنه را نزد رسول الله صلی الله علیه و بردن. رسول الله صلی الله علیه و همین تحنیک فرمودن، یعنی خرما را گرفتن، کم جویدن و در دهن ابن زبیر رضی الله عنه گذاشتن و بعد از او دکام مبارک کم او را مماس ساختن، یعنی شقیدن و بعد از او برای طفل دعای برکت نمودن. این را تحنیک میگن که پدر و مادر باید این سنت رسول الله صلی الله علیه و از یاد نبرن، باید انجام بتنیرن. این باعث خیر و برکت در زندگی طفل میشه و این یک درس است که طفل از همان ابتدای زندگی باید با صالحین سر کار بگیره. از همان ابتدای زندگی بر ما شریعت تعلیم میده که طفل شما با بزرگای دین، با صالحین ارتباط داشته باشه با اونا، که اونا بر آنها دعا کنه. یک تعلیم بسیار مهم است که ما اگر با صالحین، با اولیاء کرام، با علما سر کار داشته باشیم، دین ما حفاظت میشه، ایمان ما قوی میشه، بالای تربیه خود ما و طفل ما تاثیر مثبت مندازه و این درس است که از امروز اول اسلام بر ما شما یاد میده. Dear brothers, the next step is to do tahniq. When the child is born and after adhan and iqamah, brothers, the parents, it is sunnah if the parents take the child to a salih, to a pious Muslim, to a waliullah, to a friend of Allah Ta'ala, to a sheikh, to an alim, so that they go do tahniq for that child. Tahniq, what is tahniq? That pious Muslim, he choose the date and put it in the child's mouth and also rub it to the top of the child's mouth. So that is tahniq, it is sunnah, brothers. And after that he makes dua of barakah for the child, brothers. This is because the first Muslim child, the first child who was born in Medina after Hijrah, brothers, the first Muslim child, he was Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, the grandson of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. They took him to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They took the child to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam took Sayyidina ibn Zubayr radiallahu anhu in his lap, and he chewed the date and put it in his mouth and rubbed it in the top of his mouth, inside the mouth. And after that he made the dua of barakah for the child. So this is a very important sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's called tahniq. So the parents, they should not forget this sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because if they forget about this, they neglect the child from a great barakah, which is going to affect his life in future. And also, there is a great lesson in that for us, brothers, that from the day one, when the child is born, Islam teaches us to be in the company of the Salihin, to be in the company of the pious Muslims, in the company of Mashayikh, of the scholars and awliyaullah, the friends of Allah Ta'ala, to be in their company. It teaches us that the child is born from the beginning, take it to them, they make dua, khair dua for them, dua of barakah for them. So, because if we are in the company of the awliyaullah, if we are in the company of the salihin, of the ulama,
So it affects our life as well, brothers. It affects the child's, our children's life as well. And our iman will be stronger and stronger, brothers. So this is the hidden lesson in that sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. برادرای عزیز، طور که خدمتان عرض کردم، درس مهمی که در تحنیک وجود داشت ای بود که ایسته که طفل از امان ابتدای زندگی با صالحین رابطه پیدا میکنه و این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ما با صالحین، با علما، با بزرگان، با مشایخ، با اولیاء کرام ارتباط داشته باشیم تا ایمان ما قوی‌تر شود و طفل ما تربیت اسلامی و شرعی پیدا کنه. الله تعالی همچنان فرمودند در این رابطه در قرآن مجید، بسم الله الرحمن الرحیم، کونوا مع الصادقین، با صادقان باشین، با صادقان باشین. یعنی صادقان کی هستند؟ مسلمانای نیک و صالح، خصوصا صالحین بزرگ، اولیاء الله، دوستای الله، اونا صادقای بزرگ هستند. پس ما باید با آنها همراه باشیم، با آنها نشست و برخاست داشته باشیم. Brothers, in this regard, Allah Ta'ala said in the Holy Quran, كونوا مع الصادقين, be with the truthful people, with the truthful Muslims. Who are they? The Sadiqeen, the awliyaullah, the scholars, the ulama, the pious Muslims, the Salihin. They are the greatest Sadiqeen because they live their life based on sidq and truth. So they never lie. So this affects, their company affects us, brothers. So this is a great lesson for us, brothers, that from the day one we take our children to the Salihin and they make dua for them. Brother, قدم بعدی که در زندگی طفل قدم بعدی که در رابطه با تربیت طفل بالای پدر مادر عاید میشه ایست که عقیقه است، یعنی نامگذاری طفل و همچنان عقیقه کردن در روز هفتم زندگی طفل. پدر و مادر مکلف هستند که در قدم اول یک نام بسیار خوب و زیبا بر طفل انتخاب کنند، نامی که مطابق شریعت باشه و معنای بسیار خوب داشته باشه. مثلا نامای الله تعالی باشه، عبدالله، عبدالرحمن و به همین شکل تمام اسماء الحسنا، یا نامای پیغمبرا باشه یا نامای صحابه کرام باشه، یعنی نامای خوب و نیک باشه. و این از حقوق طفل است، از حقوق اولاد بالای پدر مادر است. و سنت ایست که در روز هفتم نام گذاشته شود بالای طفل. لیکن متاسفانه ما روز ششم قرار دادیم، شش یا روز شش میگن، در حالی که روز هفتم است. در روز هفتم باید بالای طفل نام بسیار خوب یعنی شرعی گذاشته شود و بعد از او در همان روز هفتم سنت است که برای طفل یک حیوان، یک گوسفند یا بز مثلا خیرات شود، قربانی شود برای طفل در عقیقه. برای پسر دو گوسفند یا دو بز چی میشه؟ به حساب خیرات میشه و برای دختر یک گوسفند یا یک بز و این هم سنت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به این رابطه فرمودن من ولد له ولد فلیحسن اسمه و ادبه فاذا بلغ فلیزوجه فان بلغ ولم یزوجه فاصاب اثما فانما اثمه علی ابیه. رواه بیهقی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند برای کسی که طفل به دنیا میاد، یعنی صاحب طفل میشه، پس او باید اسمش بسیار خوب بگذاره، یک اسم خوب بالایش بگذاره و بعد از او ادب بیاموزه برش، یعنی اخلاق، تربیت درست بعد از او بیاموزانه و بعد از او وقتی که بالغ شد عروسیش کنه، نکاحش کنه و وقتی که اگر طفل بالغ شد و پدر مادر نکاحش نکرد و او مرتکب گناهی شد، پس گناهش بالای پدرش است. ببینید رسول الله صلی الله علیه و در یک حدیث مبارک مراحل بسیار مهم یک طفل بر ما شما بیان فرمود که در قدم اول وقتی که طفل به دنیا میاد، پدر و مادر و خصوصا پدر باید اسم بسیار خوب بالایش بگذاره و بعد از او اخلاق برش یاد بده، یعنی ادب و اخلاق دینی، اخلاق اسلامی رو برش یاد بده و بعد از او وقتی که بالغ شد نکاحش کنه
یعنی ازدواج کنه و بعد وقتی که پدر مادر و خصوصا پدر نکای طفل که بالغ شد، نکای اولادش بالغ شد، نکایش نکنه و او اولاد مرتکب یک گناه شوه، گناهش بالای پدرش است. تا مرحله نکاح و ازدواج مسئولیت بالای پدر است. رسول الله صلی الله علیه و عادت داشتند که هر طفلی که تولد میشد و کسی پدر مادرش بالایش نام میگذاشتن، اگر اون نام قبیح یعنی نام خراب می بود، معنای خراب می داشت، رسول الله صلی الله علیه و نام تبدیل میفرمودند. پدر مادرش میگفتن و نام بهتر و نام خوب بالایش میگذاشتن. و در این رابطه پدر و مادرها مسئولیت دارند که اگر از روی اشتباه، از روی نادانی بالای طفل خود، اگر چی طفلایشان بزرگ باشه، اگر از روی غفلت نام خراب بالای طفل خود اگر ماندن، باید تو نام تغییر بدن. مثلا ما بعض فامیلا رو شنیدیم که نامای هندوها رو بالای طفلای خود میمانند، متاسفانه نعوذ بالله. نامای هندوها رو میمانند، نامای میمانند که اصلا برای مسلمان مناسب نیست. باید تو نامها رو هر چیز زودتر تغییر بدن. هر نامی که نام هندو، عیسوی، یهودی، هر نامی که باشه برای مسلمان مناسب نیست، باید تو نامها رو تغییر بده هر چیز زودتر و این مسئولیت پدر و مادر است. ان النبي صلی الله علیه و سلم كان يغير الاسم القبيح، رواه الترمذی. رسول الله صلی الله علیه و نام قبیح، نام زشت تغییر میدادند. اگر او انسان کلان هم می بود، اگر طفل هم نمی بود، کلان هم می بود، نامش تغییر میدادند. انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، رواه ابو داود. رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که شما در روز قیامت با نامهایتان خطاب میشین، صدا زده میشین و با نامهای پدرانتان صدا زده میشین. پس میگن نامهایتان مقبول و زیبا بگذارین، نامهایتان درست، صحیح، درست، مقبول بگذارین. پس یک توصیه بسیار مهم است در رابطه با نام که پدر و مادر باید به این رابطه توجه کنند. ما الحمدلله یک کس را میشناسم که الحمدلله در اثر غفلت نام پسر خود نام خراب مانده بود. ما برش گفتم الحمدلله باز قبول کرد، نامش تغییر داد، نام اسلامی ماند. به این شکل ما باید برادرای خود، دوستای خود، کسایی که معلومات ندارن، باید با بسیار اخلاق خوب، با مهربانی، برادری برشان بفهمانیم. قبول میکنن، اکثر مردم متوجه نمی باشند. در جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند حق الولد علی والدی ای یحسن اسمه و یزوجه اذا ادرک و یعلمه الکتاب کنز العمال. حق طفل بالای پدرش است که اسم خوب بالایش بگذاره و بعد از او نکاحش کنه وقتی که بالغ شد و بعد از او تعلیم بدهش، یعنی تعلیم دینی برش بده. تعلیم و تربیت دینی این وظیفه پدر و مادر است که برای طفل خود باید مهیا بسازه. Dear brothers, because time is over and I request my brothers if they could come earlier, brothers. I was here quarter to 12 and the masjid was totally empty. So if you can come a bit earlier, brothers, inshallah we'll have more time to explain, inshallah. I will continue this topic, inshallah, next week. برادران انشالله این موضوع ادامه خواهد داشت در هفته آینده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters who are listening, I want to continue my last week's topic regarding the bringing up and tarbiyah of children from Sharia point of view, and the rights of children and upon the parents and the duties of the parents towards their children. One of the rights
of the children upon the parents, especially on father, is after they are born, after they do tahniq for them, as I mentioned last week, is to give them good names, to choose good names for them. On the 7th day of their birth, they choose a good name for them and they do aqiqah. Aqiqah is that they have to slaughter an animal, a sheep or a goat, for their children. For boys, 2 animals, and for girls, 1. And they can do 1 for boys as well, so it depends. It's better to do 2. Before Aqiqah, I want to explain how to name a child, brothers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in this regard, Man wulida lahu walad, falyuhsin ismah, wa'addibhu, fa'idha balagha falyuzawwijhu, fa'in balagha, wa lam yuzawwijhu, fa'asaba ithman, fa'innama ithmuhu ala abih. Bayhaqi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that whoever a child is born for him, he should choose a good name for the child. And afterwards, he should give good manners, good adab to the child. And when they grow up, when they become adults, the children, the parents, especially the father, he should marry them. He should make their nikah. And if they become adults and he don't marry them, then if they commit a sin, the sin will be on the father. Rawahu Bayhaqi. So this is another right of the children, brothers, that the parents, especially the father, needs to choose a good name for their children. What are the good names? First of all, the names of Allah Ta'ala with Abd. For example, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. All the 99 names of Allah Ta'ala, they are the best of the names. And after that, the names of the messengers, the Anbiya, are the best of the names. And after that, the names of the Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So these are the best of the names. And other than those names, any good name, brothers, any name which has good meaning, so they should choose for their child. And inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yughayyiru al-ism al-qabih, rawahu Tirmidhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to change bad names, used to change people's bad names. If any Muslim, whether they were child or an adult, if they had a bad name which had bad meaning, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to change it for them, used to choose a good name for them. It is mentioned in hadith that Rasulullah said, إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ. You will be called by your names in the day of Qiyamah. وَأَسْمَاءِ أَبَائِكُمْ. And by the names of your fathers. فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. Then you should beautify your names. It means choose good names for yourselves. Rawahu Abu Dawud. So, I've seen some Muslims, they have chosen very bad names, maybe in ignorance, or they are not aware of the Sharia rules. Out of ignorance, they have chosen bad names. Some of them even have used, the kuffar's names, like Hindu names, Christian names, they have chosen for their children. This is very bad. So they have to change those names and choose an Islamic name. If they have any bad name, they should change it. برادرای اسلام و همشیره های محترمه اگر میشنون به
بحث هفته های گذشته در رابطه با تربیت اولاد و حقوق اولاد بالای پدر و مادر و مسئولیت های پدر و مادر و خصوصا پدر در قبال اولادشان من این بحث ادامه میتم. هفته قبل خدمتتان عرض کردم که وقتی که طفل به دنیا آمد پدر باید تهنیک انجام بده و بعد از او تهنیک همه ما شما دانستیم که چیست و بعد از او در روز هفتم تولد باید یک نام بسیار خوب و زیبا انتخاب کنه برای طفل خود که در رابطه با نامم خدمتتان عرض کردم که چی نام باشه و بعد از او در عین روز هفتم باید عقیقه کنه از طرف طفل. عقیقه چیست؟ یک حیوان یا بز یا گوسفند از طرف طفل ذبح میشه و خیرات میشه. از طرف بهتری است که از طرف بچه یا پسر دو گوسفند یا دو بز ذبح شود و از طرف دختر یکی. لیکن اگر کسی توانش نداره یک حیوان هم کافی است. او ذبح میشه و گوشتش خود انسان هم میتونه استفاده کنه و میتونه به اقارب و دوستان بده و بر فقیرا و غریبان بده و گوشتش هم میتونه پخته یا خام به هر شکلی که بخواه میتونه تقسیم کنه. و بهترین طریقه چیست که مانند گوشت قربانی 3 حصه شود گوشت عقیقه، یک حصهش برای خود انسان نگه داشته شود، یک حصهش به اقارب و خویشاوندان و همسایه ها داده شود و یک حصهش هم برای فقیرا و مسکینا داده شود. این بهترین طریقش است. و در عقیقه در پهلوی ذبح حیوان این هم سنت است که موی طفل تراشیده شود. باید موی طفل تراش شود، چی پسر باشه چی دختر، و به اندازه وزن مویش نقره خیرات شود. نقره به اندازه وزن مویش نقره باید خیرات شود، یا پولش یا خود نقره. این فایده ها و برکت های بسیار زیاد داره. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل غلام رهینة بعقیقة، هر طفل مرهون عقیقه است، یعنی از طرفش باید حقیقی ادا شود. تذبح عنه یوم السابع، که او حیوان از طرف طفل در روز هفتم ذبح میشه. و یحلق رأسه و یسمى، رواه ابو داود. و سپس موهایش تراشیده میشه و سپس نام گذاری میشه، نام بالاش گذاشته میشه. این تمام شامل عقیقه است. در مورد نامگذاری ما شما متوجه شدیم، بحث شد در موردش. و عقیقه همچنان گفتیم که متشکل از ذبح حیوان است و تراشیدن موهای طفل. در جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند مع الغلام عقیقة فاحرقوا عنه دما وامیتوا عنه الاذى، از طرف طفل عقیقه کنید، یعنی عقیقه است از طفل، پس از طرف از او حیوان را ذبح کنید، یعنی بز یا گوسفند، و سپس تکلیف را از او دور کنید از طفل. رواه بخاری. یعنی موهایش تراش کنید و دیگه آلودگی هایی که در بدنش از او را پاک کنید. سیدنا علی رضی الله عنه روایت می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف سیدنا حسن نواسهشان رضی الله عنه عقیقه کردند و فرمودند، یک بز را عقیقه کردند و فرمودند ای فاطمه موهای او را بتراشان، موهای سیدنا حسن، و با وزن موهایش نقره خیرات کن. سپس موهایش سیدنا علی را میفرماید که ما موهایش وزن کردیم و برابر 1 درهم یا چیز کمتر شد و او را خیرات کردیم.
پس این نشان میده که در حقیقت کسی که میتونه که یک بز یا یک گوسفندم از طرف طفل از طرف پسر خیرات کنه. بهتر دو حیوان است. این بعض مختصر احکام حقیقه بود. لیکن زمان و تاریخ حقیقه سنتی است که روز هفتم باشه، روز هفتم طفل که تولد شده. و اگر کسی در روز هفتم نمیتونه، رسول الله صلی الله علیه و فرمودن در فقه شریف است که روز 14 و روز 21 یعنی هفت روز علاوه کنین. مثلا رسول الله صلی الله علیه و فرمودن وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي 14 فإن لم يكن ففي 21 مستدرک حاکم. یعنی حقیقت در روز هفتم باشه و اگر نبود در روز هفتم در روز 14 و اگر در روز 14 نشد در روز 21. و علما میفرمایند و در شریعت مطهره به می شکل است که اگر او روزا را نتانست هفت روز از روز هفتم حساب کنین. و آسان ترین طریقه چیست که طفل در هر روز هفته که تولد شده شما از اون روز 7 روز بعدش حساب کنین. مثلا طفل در روز جمعه تولد شده، از جمعه که حساب کنین روز هفتم پنجشنبه میاد، یعنی از جمعه حساب کنین روز هفتم پنجشنبه میاد. پس هر پنجشنبه که شما عقیقه کنین امو 7 روز تصادف میکنه به امو روز. هر روزی که تولد شده امو روز شما حساب کنین، 7 روز بعدیش هر روز که آمد. و در رابطه با حقیقت کسانی که بر اثر غفلت یا بر اثر کدام دلیل دیگه که در طفلیت از طرف حقیقت نشده، او میتونه در کلانی هم حقیقت کنه، از طرف خود میتونه حقیقت کنه و این سنت است و بسیار برکت های داره. و وقتی که سنت بود طبعا پر از برکت و نور است. سیدنا انس رضی الله عنه میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و خودشان عقیقه خود کردند. و در بعض روایت است که بعد از اینکه به پیغمبری مبعوث شدن آن حضرت صلی الله علیه و سلم، بعد از او از طرف خود عقیقه کردند. فتح الباری و مصنف عبدالرزاق. پس کسانی که در طفولیت از طرفشان عقیقه نشده میتونن هر وقت عقیقه کنن و این برکت و فیض بزرگ و این ثواب از دست ندن. Dear brothers, regarding aqiqah, another right of the children upon the parents, especially on fathers, as I said, to do aqiqah on the 7th day of the birth of the child. As I mentioned, that on the 7th day, they choose a good name for the child and they do aqiqah. What is included in aqiqah? They sacrifice an animal, a goat or a sheep, for the child, and they shave the hairs of the child. They shave the head of the child, and to the weight of that hairs, they do sadaqah of some silver. Whatever is the weight of the hairs, so the same exact weight or more, doesn't matter, they give sadaqah. They give silver as sadaqah, or the price of the silver. So these are sunnahs, brothers, sunnahs of the regarding the children that the parents should keep in mind, brothers. So and doing sadaqah of an animal for the child in aqiqah, it is better that from the side of boys there should be 2 sheep or 2 goats. It's better, but this is not necessary. From the side of the girl, it should be 1. But if somebody cannot do that, they can do 1 animal. But they shouldn't miss this great reward and barakah, brothers, because it is sunnah. And regarding the meat of the aqiqah, brothers, we can use the meat. We can use the meat ourselves, or we can give it sadaqah to others, and to our friends, to our relatives, to other Muslims. We can give it. But the best way is, brothers, to do it like qurbani, the way that we distribute the qurbani meat. Make it 3 portions. 3 portions. 1 portion we can keep for ourselves. 1 portion for our relatives and friends,
and one portion for the needy, for the poor Muslims. So this is the best way to do it. And we can use the meat of aqiqah either cooked or raw, whatever way we can do that. So these are some other important aspects of the child's life that the parents should keep in mind, brothers. And the time of aqiqah, brothers, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that وَلْيَكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ, that it should be on the 7th day. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي 14. If it's not on the 7th day, then on the 14th day. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي 21. Mustadrak Hakim. If it is not on the 14th day, then on the 21st day. So the ulama says that you can add up 7 days on that. So if somebody has missed those days, so the best way of finding out the best day for the aqiqah is, brothers, first we should calculate on which day the child is born. For example, a child is born in Jum'ah, for example. So you can count from Jum'ah. The 7th day comes on next Thursday. Yeah. So next Thursday, so it is aqiqah day. For example, from Jum'ah if you count. So if somebody has missed the 7th day, so any Thursday they can do aqiqah for that child who is born in Jum'ah. The same way other days you can count. Seventh day from the day he was born. So this day the calculation will be right, brothers. Whoever hasn't done aqiqah, brothers, in childhood, they can do aqiqah anytime they know about it, anytime they are aware now. In adulthood, doesn't matter, brothers. If for some reason, for not knowing, or for ignorance, the aqiqah is missed, so we can do it when we are adults. Anytime we can do it, brothers. Because Sayyidina Anas radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did his aqiqah himself. In other narrations, it's mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he became Nabi, a messenger of Allah Ta'ala, when Jibreel alayhi salam came to him and he was chosen as a prophet, as the messenger of Allah Ta'ala. After that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did his aqiqah as well. So it's mentioned in Fathul Bari, Musannaf Abdul Razzaq. So we can do, brothers, our aqiqah ourselves if we have missed it in the childhood, brothers. So it is sunnah, brothers. When it is sunnah, it's full of barakah and full of benefits for us, brothers. Sayyidina Ali radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam slaughtered an animal, did sadaqah of animal for his grandson Hassan radiallahu anhu. He slaughtered one goat, and afterwards said, "O Fatima, shave the child's hairs, shave his head, and give sadaqah the weight of his hairs. Give sadaqah, give silver and sadaqah at the same weight of his hairs. So it should be minimum the same weight of the child's hairs, silver or its price should be given in sadaqah." Then Sayyidina Ali radiallahu anhu says that we shaved his head and we weighted. So the weight of the hairs was about 1 dirham or more or less. So and we give it to charity, as mentioned in Tirmidhi. So brothers, in sadaqah, in aqiqah, a lot of benefits are hidden. So we don't have time to go into details of all of that, brothers. برادران اسلام، بعد از اینکه پدر و مادر طفل عقیقه کردن، یعنی مسئولیت های ابتدایی خود در مورد طفل انجام دادن، یک موضوع مهم دیگه که باید اینجا ذکر شود است که پدر و مادر باید درباره از اینکه این طفلش آیا پسر است یا دختر است، در این مورد باید هیچ فکر نکنه. در این مورد باید این تشویش به خود را نده. بعضی پدر و مادر است که با تولد شدن بچه یا پسر خوش میشن و با تولد شدن دختر ناراحت میشن. این خلاف شریعت است به این شکل احساس داشتن. به خاطر که طفل چی پسر باشه چی دختر باشه همش
توفه الله تعالی است که بر بنده ارزانی میکنه و او بنده خود در اختیار ما قرار میده و این گناه است که کسی بین پسر و دختر فرق قائل شوه و یکی را دوست داشته باشه یکی را نه. به این مورد خود الله تعالی فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم لله ملک السماوات والارض، الله راست پادشاهی آسمان ها و زمین. یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. الله تعالی هر چیزی که بخواه خلق میکنه و به هر کس که بخواه دختر میدهه و به هر کس که بخواه پسر میدهه، یعنی دختران و پسران. به هر کس که الله تعالی خودش تصمیم بگیره و اراده کنه یا دختر میده یا پسر. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا ای که هر دویش هم پسر میته هم دختر، یعنی هر دویش یک جا برشان میته. و یجعل من یشاء عقیما، و هر کسی که بخواه بی فرزند باقی میگذاره، عقیم میسازه. این اراده و تصمیم خود الله تعالی است که کسی در این تصمیم دخل نداره و الله تعالی خودش به هر کس بخواه میدهد. سوره شورا. ببینیم اگر دختر داشتن ننگ می بود یا آر می بود، که طوری که بعض مردم فکر میکنن که دختر داشتن ننگ و آر میدانند، پس افضل ترین انسان ها سید المرسلین، سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشان پدر دختران بودند. درست است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 پسر هم داشتن، لیکن پسرایشان در طفولیت فوت کردند، لیکن دخترانشان 4 دخترشان باقی ماندند و از آنها نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه پیدا کرد. پس اگر دختر داشتن ننگ و آر می بود، پس افضل ترین انسان پدر دختران نمی بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد داشتن دختر می فرمایند من عال جاریتین حتی تبلغ، کسی که میگه سرپرستی 2 دختر کنه تا اینکه آنها بالغ شوند، جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین و ضم اصابعه، رواه مسلم. میگه او انسانی که سرپرستی 2 دختر کرد و آنها بالغ شدند، در روز قیامت میگه میایه و ما و او به این شکل میباشین و رسول الله هم 2 انگشت خود یک جای کردن، یعنی پهلو به پهلو میباشین. این مقام کسی است که دخترها را تربیت درست میکنه و اونها را به شکل شرعیش سرپرستی میکنه، تربیت درست میکنه. ببینین این یک فضیلت بزرگ است کسایی که دختر دارن. خود در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و 2 دختر ذکر کردن، در روایت‌های دیگه 3 دختر هم ذکر است و بیشتر و کمتر. هدف است که کسی که دختر داره یعنی فضیلتش از پسر که زیادتر است، فضیلت تربیه و چیزش سرپرستیش. در جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کی حداقل 2 دختر سرپرستی کند، در بعض روایت هیچ به حساب تعداد نامده، تا این که به سن و بلوغ برسن او با من در روز قیامت چنین خواهند بود و آن از اساس هم 2 انگشت مبارک را به هم پیوستند. و در جای دیگه میفرمایند هر کی مسئولیت تربیه و سرپرستی دختران را دارد و او آنها را نیک تربیه کند، آن دختران در آخرت سپر در برابر آتش جهنم خواهد بود برای او. متفقون علیه. ببینید این فضیلت داشتن دختر است، لیکن متاسفانه بعضی کسا از داشتن دختر وقتی که خداوند برشان دختر میده خوش نمیشن، بلکه در قلب خدا آزرده میشن. این گناه است برادران. Dear brothers, another important thing needs to be mentioned here, that Allah Ta'ala, when Allah Ta'ala gives someone a child, whether it is a son or a daughter, some people, brothers, some people, they don't feel good when they get a daughter. When Allah Ta'ala gives them a daughter, they don't feel good. This is wrong, brothers. This is wrong. This is a sin to differentiate between a son or daughter. That when Allah Ta'ala gives him a son,
he becomes happy, but when Allah Ta'ala gives him a daughter, he becomes sad. This is very bad, brothers. Allah Ta'ala himself has said in this regard, Bismillahir Rahmanir Rahim, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. For Allah Ta'ala is the kingdom of the heavens and earth, and He creates whatever He wants. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. He gives, He bestows, He gives to anyone He wants daughters. He gives daughters to anyone He wants, and He gives sons to anyone He wants. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Or He gives them both. He gives daughters and sons both to them. And He makes whoever He wants, He makes them aqim. They don't bear children. Some parents, they don't have children. So it is Allah Ta'ala's irada, Allah Ta'ala's will, that whatever He wants, He does that. Some Allah Ta'ala gives to someone daughters, gives to someone sons, gives to someone both. Or He doesn't give any children to anyone, to any parents. So this is Allah Ta'ala's decision. Nobody can change that, brothers. Only we can make dua, brothers. Only we can make dua. Those parents who don't have children, brothers, if they should make dua to Allah Ta'ala. If Allah Ta'ala wills, He will give them children. So brothers, whether Allah Ta'ala gives us sons or daughters, we should be happy. This is a gift of Allah Ta'ala. We should not feel sad that when Allah Ta'ala gives us daughters. No, this is wrong, brothers. This is against Sharia. If having daughters was something bad, was something, that to be ashamed of, why then the best of the humans, the Sayyidul Mursaleen, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the best of the humans, why he was the father of the daughters? He was the father of the daughters. Although he had 3 sons, that they died in the childhood, but his daughters, 4 daughters, they grew up, and the generation of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam continued through them. So why he was the father of the daughters? So this means having daughters, brothers, is something to be proud of. Something to be proud of, not to be ashamed of, brothers. So this is the non-Muslim customs which has come among Muslims. For example, Hindu customs, or some other religious customs amongst some Muslims, that they don't like daughters. In Islam, it's not like that, brothers. In Islam, both boys and girls, they're all respected, they're all valued, brothers. They are gifts of Allah Ta'ala, brothers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in this regard, Man ala jariyatayn hatta tabluga. Whoever brings up 2 daughters until they become adults. So this is mentioned 2 daughters, but other narrations mention 3, it's mentioned more than 3 or 1, doesn't matter. So the number doesn't matter. So Rasulullah said, until they become adults, جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. Rawahu Muslim. He will come, that parent or father or mother, he will come in the day of Qiyamah, and they will be like this. Rasulullah joined his fingers like this. It means that parent will be near to me like the fingers. It means that they will have a great respect in the hereafter, brothers, in the day of Qiyamah, because of the looking after of the daughters, brothers. And in another narration, Rasulullah has said that whoever takes the responsibility, whoever has the responsibility of bringing up daughters, and he brings them up in good way, good Shara'i way, what happens? Those daughters will be for him a shield towards fire in the day of judgment. Those daughters will be a shield from fire, brothers. Muttafaqun alayh. So, برادرای اسلام و همشیره‌های محترمه اگر میشنوند، در جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در رابطه با داشتن دخترها، هر کی 3 دختر دارد و آنها را سرپرستی کند و ضرورتهایشان را رفع کند و بر آنها رحم کند، مهمتر از همه بر آنها رحم کند، پس جنت برایش واجب است. کسی پرسید
یکی از صحابه کرام پرسید که یا رسول الله صلی الله علیه و آله اگر دو دختر هم داشته باشد یعنی همین فضیلت داره؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن اگر دو دختر باشد باز هم همین فضیلت داره، همین حج را داره. در روایت دیگه آمده که سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میفرمایند که اگر کسی میپرسید که یک دختر در مورد یک دختر، رسول الله صلی الله علیه و آله باز میگفتن که یک دختر هم همان فضیلت داره. رواه الادب المفرد و المشکات. پس میبینین داشتن دختر یک فضیلت است از طرف الله تعالی برای کسی که ارزانی میکنه و کسی که با داشتن دختر، با تولد شدن دختر در خانهش آزرده میشه و آر احساس میکنن، ننگ احساس میکنن، این یک احساس جاهلیت است، یک احساس غیر اسلامی است که باید خود را اصلاح کند. Dear brothers, in another place, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that whoever has 3 daughters and he looks after them, brings them up, and he solves their problems, he meets their needs, and he has raham upon them, he has mercy upon them, then Jannah is wajib for him, for that father or mother. A Sahabi asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even if somebody has 2 daughters, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned 3 daughters. He said, even if 2 daughters? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, yes, if they have even 2 daughters, they will have the same reward and fazila. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu says that if somebody else would have asked one daughter about one daughter, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would have mentioned the same answer, that they would have the same fazila, brothers. As mentioned in Mishkat and Al-Adab al-Mufrad. So brothers, having daughters is something, is a great gift of Allah Ta'ala. Is a great fazila that Allah Ta'ala chooses someone with. So we have to be careful about that. We should give the same education, the same services that we provide to our sons, we should do the same to our daughters, brothers. Rasulullah has mentioned here that they meet their needs, they bring them up, they meet their needs, and after all they have mercy upon them. So this is very important, brothers. We should love our daughters the same way we love our sons, brothers. If a parent loves their sons, as his sons or her sons, more than their daughters, brothers, this is a sin, brothers. So they should, they should have the same mercy and raham on all of them, brothers. They should count them equal, brothers, because they're all the gifts of Allah Ta'ala. برادران، ببینید در حدیث مبارکه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که داشتن دخترها و سرپرستی از دخترها و ادا کردن، رفع کردن ضرورت‌هایشان و مهمتر از همه رحم داشتن بر آنها، مهربان بودن بر آنها، ببینین چی میسازد؟ جنت بر انسان واجب میسازد. پس ما باید متوجه باشیم که برخورد ما در رابطه با پسران ما باید بهتر از برخورد ما با دختران نباشه، باید مساوی باشه. به همان شکلی که پسرای خود دوست داریم باید دخترای خود هم دوست داشته باشیم. به همان شکلی که ما با اونا برخورد میکنیم، امون رحم و شفقت و مهربانی که با پسرها داریم باید با دخترای خود هم داشته باشیم. و این باید متوجه باشیم برادرها، به خاطر که در جاهای مختلف متوجه شدیم که رسول الله صلی الله علیه و آله به اشاره فرمودند. پس کسی که برخورد متفاوت داره با پسرای خود از دختران خود، پس او گناهکار میشه. باید پسران دختران هر دویش باید دوست داشته باشیم و این یکی از حقوق اولاد بالای پدر و مادر است. Dear brothers, our attitude towards our children, they should all be the same, whether they are sons or daughters, brothers. These are one of their rights upon the parents, brothers. Inshallah, this topic will be continuing in future, brothers. This topic of bringing up of children and the rights of children upon the parents and the duties of the parents towards their children. Inshallah, I will continue this topic. برادرای بحث انشالله ادامه خواهد داشت. مسئولیت پدر و مادر در قبال اولاد و تربیه اولاد از نظر شرعی انشالله. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.